خب بریم برای تست هشتم. گفته متحرکی با شتاب ثابت روی محور X حرکت میکنه. جابجایی متحرک در بازه زمانی T1 تا T1 به علاوه 16 ثانیه. یعنی میخواد بگه آقا متحرک من 16 ثانیه حالا داشته حرکت میکرده و توی این 16 ثانیه من میخوام حرکتش رو تحلیل کنم. برابر 400 متره، یعنی توی این 16 ثانیه 400 متر حرکت کرده. نیمی از این جابجایی رو در 4 ثانیه اول، یعنی 200 مترش رو در 4 ثانیه اول، نیمی دیگه شو یعنی اون 200 متر بعدی رو در 12 ثانیه بعد انجام داده. بزرگی شتاب رو میخواد. ببین خیلی قشنگ، مگر نه اینکه 200 متر رو در 4 ثانیه رفته، 200 چهارم میشه 50 سرعت متوسطش در بخش اول سوال توی 4 ثانیه. اون یکی دیگه ببین چقدر قشنگ، 200 متر بعدی رو تو 12 ثانیه رفته، یعنی زمان 3 برابر شده، پس سرعت متوسط 1/3 برابر خواهد شد. یا اصلا 212 هم ساده کنی نهایتاً به چیزی که میرسی به 50/3 خواهد بود. یعنی در پارت دوم حرکت سرعت متوسط من 50/3. مگه نه اینکه شتاب رو میخوام. ببین چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. این حل تست و این نحوه حل تست رو برای این تیپ تست ها یاد بگیرید. دلتا وی به دلتا تی، دلتا ویش چقدر میشه؟ 50 منهای 50/3 یا 50/3 منهای 50، فرقی نداره، تفاوتش رو میخوام. میشه 150/3 منهای 50/3 100/3. دلتا تیش چقدره؟ 4 ثانیه 12 ثانیه، اختلافشون میشه 8. 100/3 به روی 8 میشه 124م. 124م رو به 4 ساده کن میشه 25/6. گزینه 4. تستای اینطوری با این روشی که من میگم خیلی کوتاه و قشنگ حل میشن. میایی در پارت اول حرکت سرعت متوسط رو به دست میاری، در پارت بعدی هم سرعت متوسط رو به دست میاری، میشه دلتا وی به دلتا تی. پارت اول 4 ثانیه طول کشیده، پارت دوم یا بخش دوم 12 ثانیه طول کشیده، اختلافشون میشه 8 ثانیه. همینقدر راحت شتابش به دست میاد. ببین چقدر تست ها میتونن قشنگ حل بشن اگر یاد داشته باشیم چطوری باید تست حل کنیم. تا میتونی باید تست بزنیم. تست بعدی چی گفته؟ گفته نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور X حرکت میکنه مطابق شکل زیره. هیچی. مکان اولیه متحرک x0 چند متره؟ بچه ها این تست رو باز اگر شما بخواید صرفاً فیزیکی حل کنید شاید خیلی طولانی بشه. اما ببین ریاضیات چیکار میکنه، استفاده از ریاضیات توی فیزیک چیکار میکنه. شما اینو صرفاً یک سهمی ببینید. یک سهمی ببین که یک ریشش 12، وسطش هم 5. طبیعتاً اون ریشه دیگه ببین بین 5 تا 12 7 تا فاصله است. پس بین 5 تا اون ریشه قبلی هم باید 7 تا فاصله باشه چون 5 وسطه. پس اون یکی ریشه دیگه منهای 2. معادله این سهمی رو میخوام بنویسم. معادله این سهمی خیلی خودمونی میشه تی منهای 12 تی به علاوه 2. خب آقا مگر نه اینکه در لحظه یک مکان 66 بوده؟ بیا به تی بدیم 1 میشه منهای 11 ضرب در 3 میشه منهای 33. 1 منهای 2 هم خودم میدم که 66 درست بشه، 66ش درست بشه. این معادله این سهمیه. چند تا تست اینطوری اومده بود توی این کنکورهای اخیر و ما همش رو صرفاً با دانش ریاضیاتمون حل کردیم. این روش هایی که میگم رو خوب دقت کنید که سر جلسه کنکور واقعاً کارگشاست و با این روش هایی که من میگم حداقل من که تا حالا ندیدم کسی اینطوری حل کرده باشه. مکان اولیه متحرک یعنی به تی بده 0. به تی که بدی 0 منهای 12 ضرب در 2 منهای 40. به تی بده 0 میشه منهای 12 ضرب در 2 میشه منهای 24. در 1 منهای 2 ضربش کن میشه 48. گزینه 3. مکان اولیش رو خواسته یعنی به تی بده 0. به تی که بدی 0 منهای 12 ضرب در 2 منهای 24 ضرب در 1 منهای 2 هم که بشه میشه 48. یعنی گزینه 3. به همین راحتی. این نحوه حل تست بچه ها بسیار کارگشاست، بسیار کارگشاست اگر خوب در واقع بهش دقت کنید. تست بعدی گفته نمودار شتاب زمان متحرکی که روی محور X حرکت میکنه مطابق شکل زیر است.
اگر در لحظه 2 ثانیه سرعت متحرک منهای 6 و مکانش منهای 16 باشه، باز دوباره نگاه کن، در لحظه 2 ثانیه دیگه حسابی بهتون گفتم این تست ها رو چطوری حل کنید. در لحظه 2 ثانیه سرعتش چنده؟ منهای 6. مکانش چنده؟ منهای 16. من سرعت رو با رنگ بنفش می‌نویسم، مکان رو مثلا با یک رنگ کاملا متفاوت سبز بنویسم، منهای 16. پس سرعتش منهای 6، مکانش منهای 16. مکان متحرک در لحظه 35 رو میخواد. دیگه باز طبق معمول من یه چیزی گفتم، یک روش گفتم، یک راه حل گفتم، دیگه همه جا کاربرد داره. ببین سطح زیر نمودار شتاب زمان تغییرات سرعت رو به من میده. الان سطح این زیر نمودار چقدره؟ 2 تا 15 13 تا فاصله از ضرب در 2 26 تا. یعنی سرعت من 26 تا تغییر خواهد کرد. یعنی از منهای 6 سرعت من میرسه به چی؟ به 20. یعنی در لحظه 15 سرعتم 20. 26 تا تغییر میکنه. از منهای 6 26 تا که تغییر کنه میشه مثبت 20. مکانم رو میخوام. خیلی خوب، خیلی سریع. متوسطش یک مفهوم گفتم، VS به علاوه n تقسیم بر 2 دلتا x به دلتا t. منهای 6 به علاوه 20 14 تقسیم بر 2 7. 13 ثانیه هم با این سرعت 7 حرکت کرده. 13 ضرب در 7 7 10 تا 70 تا 7 تا 21 91. از منهای 16 91 حرکت کن میشه 75. بیا مکانش در لحظه 15 75. مکانش در لحظه 15 75. همین الان میشه حد زد. یا گزینه 1 باید درست باشه یا گزینه 3 شاید. حالا باید ببینیم در ادامه. خب ببینیم در انتهای مسیر باز به چه صورته. ببین در لحظه 35 ثانیه ببینیم سرعت هم چنده. این اختلاف از 15 تا 35 میشه 20 تا. ضرب در منهای 1 منهای 20 تا سرعت هم تغییر میکنه. یعنی از 20 سرعت هم میرسه به 0. سرعت هم از 20 میرسه به 0. ببینیم مکانم اوضاعش چطوری میشه. 20 به علاوه 0 20 تقسیم بر 2 10. 20 ثانیه هم با سرعت 10 حرکت میکرده، 200 متر حرکت کرده. یعنی از 75 200 متر که حرکت کنیم میشه 275. داریم تو گزینه ها. بله مگه میشه نداشته باشیم. این هم گزینه 1 تموم شد و رفت به کارش. این هم از این تست. یک روش گفتم بچه ها این همینه. یعنی تو قرار تست فیزیک کنکور بزنی، باشه داریم تست های فیزیک کنکور رو میزنیم، دوره های مختلف، جزوه های مختلف، آخرش به این میرسه که تو باید این تست ها رو بتونی بزنی. داریم میزنیم دیگه با همون درسنامه بسیار کوتاه و البته کامل و جامعی که دادم. تست بعدی گفته متحرکی روی محور X با شتاب ثابت حرکت میکنه. اگر در لحظه 2 ثانیه، 4 ثانیه، 6 ثانیه مکانهای متحرک 54 64 و 54 باشه. چقدر قشنگ شد. ببین در لحظه 2 ثانیه مکانش چنده؟ 54. در لحظه 4 ثانیه مکانش چنده؟ 64. و در لحظه 6 ثانیه مکانش دوباره چنده؟ باز 54. میبینی؟ ببین یعنی متحرک من رفته به 64 رسیده دوباره برگشته. این میشه نمودار مکان زمانش. نمودار مکان زمانش یک سهمیه که میره بالا بعد میاد پایین. یا اگه روی خط راست حرکت کنه متحرک من از 54 رفته به 64 دوباره از 64 داره برمیگرده الی آخر. بزرگی سرعت متوسط متحرک در 10 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ خب ببین من سرعت ها رو مجدد میام با رنگ سبز می نویسم. قبول داری در لحظه 4 سرعتش 0 بوده. شکل در واقع یک شکل خیلی کلی از این رو بخوام اینجا بکشم جزء حل نیستا. بخوام نمودار مکان زمانش رو صرفا به این خاطر بکشم که بفهمیم اوضاع به چه صورت بوده. این یک نمودار مکان زمان اینطوری داره که در لحظه 4 ثانیه در این مکان 64 قرار داره، در لحظه 2 ثانیه و 6 ثانیه هم در مکان 54 یعنی در یک مکان قرار داره، در مکان 54 قرار داره. یعنی در لحظه 4 اون قله نمودار هست که سرعت من 0. در لحظه 4 ثانیه سرعت من 0. الان به راحتی میتونم ببینم در لحظه 6 ثانیه سرعتم چنده.
و بر اساس اون شتاب رو به دست بیارم. در لحظه 6 ثانیه به نظر سرعتم چنده؟ نمیدونم، یه وی میذارم، 0 به علاوه وی تقسیم بر 2 وی دوم برابر است با دلتا ایکس به دلتا تی. دلتا ایکس هم که 10، دلتا تی هم که 2، 10 تقسیم بر 2 5، یعنی وی من میشه 10، یعنی در لحظه 6 ثانیه سرعت هم 10. فقط نگاه کن در لحظه 6 ثانیه این 10 به سمت شیب به سمت پایینه، یعنی منهای 10 خواهد بود سرعت. خب باز خیلی قشنگتر شد که ببین چه اتفاقی قراره بیفته. قبول داری در لحظه 4 ثانیه سرعت 0، در لحظه 6 ثانیه سرعت منهای 10، یعنی 2 تا که رفته جلو سرعت 10 تا کم شده، 2 تا که بیاد عقب سرعت 10 تا زیاد میشه، یعنی در لحظه 2 ثانیه سرعت 10، در لحظه 0 سرعت منهای 20. همینطور برو جلو، اصلا اینطوری حل میکنیم. در لحظه 8 سرعت منهای 20. ببین 0، ببخشید در لحظه 0 سرعت 20، 10 تا 10 تا به این ور زیاد میشه، به این ور کم میشه دیگه چون شیبم منفیه. در لحظه 8 سرعت منهای 20، در لحظه 10 سرعت منهای 30. مسلط که بشید همین ها رو هم نباید بنویسید، مسلط که بشید همین هم نباید بنویسید. پس من سرعت رو در لحظه 6 به دست آوردم، گفتم 2 ثانیه رفته جلو سرعت 10 تا 10 تا کم میشه، 2 ثانیه که بیاد عقب سرعت 10 تا 10 تا زیاد میشه. سرعت متوسط رو خواسته در 10 ثانیه اول حرکت. وی صفر بلا وی ان تقسیم بر 2 20 منهای 30 منهای 10 تقسیم بر 2 5، بزرگیشو میخواد مثبت 5، یعنی گزینه 1. تمام. اصلا بازی ریاضیه بچه ها، این رو خوب دقت کنید، فیلم رو خوب ببینید، شده چند بار فیلم رو ببینید. این خواهشم اینه، این تست های حرکت شناسی رو به هیچ عنوان از دست ندید. ببین یک بار دیگه من این رو برات توضیح میدم چون این خیلی خیلی برای من مهمه که بتونید حتما این تست ها رو بزنید. بچه ها دیدم که مشکل دارن. آقا در لحظه 2 ثانیه روی 54 بوده، در لحظه 4 ثانیه روی 64 بوده، در لحظه 6 ثانیه روی 54 بوده، یعنی دقیقاً این 4 ثانیه نقطه‌ای بوده که من تغییر جهت دادم. 4 ثانیه نقطه‌ای بوده که من تغییر جهت دادم، مثل این نمودار مکان زمان. در 2 ثانیه و 6 ثانیه در یک جا قرار داشتم، یعنی 4 دقیقاً نقطه وسط من هستش که تغییر جهت میدم. خب بسیار همالی، من میخوام سرعت ها رو بنویسم. در 8 ثانیه سرعت رو میخوام، در 10 ثانیه سرعت رو میخوام. چرا سرعت رو میخوام؟ چون سرعت متوسط رو میخوام. در 0 هم سرعت رو میخوام، در لحظه 0 هم سرعت رو میخوام سرعت ها رو دیگه با رنگ آبی بنویسم. آقا در 4 سرعت من 0، چون 4 گفتیم اینجاست تغییر جهت میده. در 6 چنده؟ سرعت در 6 رو میخوام، 0 به علاوه وی تقسیم بر 2 برابر است با دلتا ایکس که 10 به دلتا تی که 2. 2 با 2 خط میخوره، وی در میاد 10، یعنی در لحظه 6 ثانیه سرعت من 10 خواهد بود، اما به علامت منفی. چرا؟ چون داره بر میگرده، از 64 رسیده به 54 و همینطور داره به سمت ایکس های منفی حرکت میکنه. ببین 2 ثانیه سرعت 10 تا تغییر کرد، 2 ثانیه دیگه باید 10 تا دیگه تغییر کنه، از منهای 10 میرسه به منهای 20. 2 ثانیه دیگه 10 تا دیگه تغییر کنه میرسه به منهای 30. 0 منهای 10 منهای 20 منهای 30. به این ور حرکت کنیم، اینجا میشه 10، اینجا میشه 20. ببین 10 تا 10 تا داره کم میشه، 20 10 0 منهای 10 منهای 20 منهای 30. تموم شد. چرا؟ چون اینجا به دست آوردیم که در لحظه 4 سرعت 0، در لحظه 6 هم سرعت منهای 10، یعنی هر 2 ثانیه 10 تا کم میشه. سرعت متوسط میخواد وی صفر وی ان 20 منهای 30 منهای 10 تقسیم بر 2 منهای 5، چون بزرگی رو خواسته 5 گزینه 1. بچه‌ها نمیدونم تست های حرکت شناسی رو میتونید حل کنید یا نمیتونید حل کنید، اما یه چیز رو یادتون باشه و اونم اینه که تست های حرکت شناسی ساده است. چه تونستید حل کنید چه نتونستید حل کنید، بدونید ساده است، پس باید بتونید حل کنید. تست بعدی یک نمودار سرعت زمان رو داده، گفته بزرگی شتاب در بازه زمانی 0 تا T1
2 برابر بزرگی شتاب در بازه زمانی 2T1 تا T2. تندی متوسط و اینا رو خواسته. بچه ها ببینید یکی از تکنیک های محشری که توی ریاضیات و فیزیک میتونید به راحتی ازش استفاده کنید و تست های خیلی مشکل رو خیلی ساده میکنه، استفاده از گزینه ها و عددگذاریه. حتی همین تست رو هم میشه عدد داد. ببین من به T1 میام میدم 2. آقا هر عددی میتونی بدی؟ بله هر عددی میتونم بدم، اما یه عددی میدم که محاسباتم رو ساده کنه. آقا چرا به T1 دادی 2؟ چرا مثلا 1 ندادی؟ 1 که عدد ساده تریه. ببین چون 2.5 T1 رو بعداً باهاش سر و کار داریم. خب به T1 بدم 1 میشه عدد 2.5، میخورده عدد بدی میشه. به T1 میدم 2 که 2.5 T1 بشه 2.5 ضرب در 2 که بشه 5 که یک عدد در واقع که یک عدد درست حسابی در بیاد. پس به T1 میدم 2. طبیعتاً 2T1 میشه 4. خب حالا ببین گفته بزرگی شتاب در بازه زمانی 0 تا T1 2 برابر بزرگی شتاب در بازه زمانی 2T1 تا T2. آقا من دلم میخواد بزرگی شتابم در بازه زمانی 0 تا T1 2 باشه، یعنی شیب خطم. 2T1 تا T2 طبیعتاً 1 در میاد. خب برای اینکه شیب این 2 باشه طبیعتاً اینجا باید 4 باشه. اینجا میشه 4 که عمودیش میشه 4، افقیش 2، 4 تقسیم بر 2 2. از T1 تا 2T2 هم دقیقاً 2 ثانیه تغییر کردم، پس اینجا هم میشه منهای 4، اینجا هم میشه منهای 4. آقا مگر نه اینکه اینجا شیب 1، مگر نه اینکه اینجا شیب 1، یعنی تغییرات عمودی با تغییرات افقی برابر. عمودی 4 تا تغییر کرده، افقی هم 4 تا باید تغییر کنه. از 4 باید برسم به 8. دیگه خیلی ساده شد، همه چیز فکر کنم به دست اومد. گفته تندی متوسط در بازه زمانی 0 تا T1. در بازه زمانی 0 تا T1 ببین حرکت هیچ تغییری نداشته، پس تندی متوسطش با سرعت متوسطش برابره، میشه 4 به علاوه 0 تقسیم بر 2 که میشه 2. این از این در بازه 0 تا T1. چند برابر بازه T1 تا 2.5 T1؟ یعنی از 2 تا 5. T1 تا 2.5 T1 میشه 2 تا 5، چون به T1 دادم 2. ببینم از لحظه 2 تا لحظه 5 این سرعت متوسطم خلاصه به چه صورت. ببین خیلی ساده است. در لحظه 5 سرعت چنده؟ آقا افقی 4 تا حرکت کنه، عمودی هم 4 تا حرکت میکنه. پس افقی یکی حرکت کنه، عمودی هم یکی حرکت میکنه. پس در لحظه 5 سرعت هم هست منهای 3. ببین همش نسبت، یعنی یه جوری که بچه دبستانی هم متوجه بشه. خیلی خوب، بسیار همالی. بیا ببینیم از 2 تا 4، چون حرکت دو بخش شده، یکی از 2 تا 4، یکی هم از 4 تا 5. بیا ببینیم از 2 تا 4 ثانیه چقدر حرکت کرده. از 2 تا 4 ثانیه چقدر حرکت کرده. از 4 ثانیه تا 5 ثانیه چقدر حرکت کرده. در لحظه 2 ثانیه سرعت من 0. در لحظه 4 ثانیه سرعت من منهای 4. خب چقدر اینجا حرکت کرده؟ متوسطش میشه منهای 2. 2 ثانیه هم با سرعت منهای 2 حرکت کرده، یعنی منهای 4 تا حرکت کرده. این از این منهای 4 تا حرکت کرده. از 4 تا 5 در لحظه 4 که گفتیم سرعت منهای 4، در لحظه 5 هم که گفتیم سرعت هست منهای 3، متوسطش میشه منهای 3.5. 1 ثانیه با منهای 3.5 حرکت کرده، پس همون جابجاییش هم میشه منهای 3.5، کلا میشه منهای 7.5. منهای 7.5 حرکت کرده چند ثانیه؟ توی 3 ثانیه. منهای 7.5 تقسیم بر 3 منهای 2.5. منهای 2.5 چون تندی رو میخواد خود 2.5. تموم شد. این هم مقدار تندی متوسط در بازه T1 تا 2.5 T1. 2 به روی 2.5 چند میشه؟ طرفین رو در 2 ضرب کنید، میشه 4 پنجم، یعنی گزینه 3. این هم از این، یعنی گزینه 3 جواب صحیح من خواهد. ببین من یک روش گفتم که همه جا کار برد
داشته باشه. در این لحظات 2 4 5 سرعت رو به دست آوردیم، گفتیم 2 تا 4 منهای 4 تا حرکت کرده، 4 تا 5 منهای 3.5 تا حرکت کرده، پس کلا منهای 7.5 تا حرکت کرده. جابجاییش منهای 7.5 زمانی هم که حرکت کرده 3 ثانیه بوده، منهای 7.5 تقسیم بر 3 میشه 2.5. 2 به روی 2.5 رو سوال از من میخواد که هست 4/5. این هم از این. تست بعدی این نمودارهای شتاب زمان که خیلی با هم دیگه کار کردیم و عالی هم. گفته نمودار شتاب زمان متحرکی که بله دیگه اینا رو خودمون میدونیم، سرعت و مکان متحرک در لحظه 0 10 و منهای 10. یعنی ببین در لحظه 0 سرعت 10، مکانت هم منهای 10. در بازه 0 تا 15 کدام مورد درسته؟ خب بیا ببینیم در لحظه 5 سرعت هم چطوری. خلاصه در لحظه 5 ببین مساحت این مستطیل منهای 10 تا سرعت هم تغییر میکنه، پس از 10 میرسم به 0. ببینم چقدر جابجا میشم. سرعت متوسط هم 5 5 تا 25 تا، یعنی از منهای 10 25 تا که حرکت کنم میشم 15. یعنی مکانم 15 در لحظه 3 در لحظه 5 مکانم 15. در لحظه 15 بیا ببینیم اوضاع چطوریه. در لحظه 15 سرعت چقدر تغییر میکنه؟ 10 ضرب در 1 10 تا تغییر میکنه، یعنی از 0 میرسه به 10. این سرعت. جابجاییم چقدره؟ 0 به علاوه 10 5. سرعت متوسطم 5 10 ثانیه هم با این سرعت متوسط 5 حرکت کردم، یعنی 50 متر حرکت کردم، یعنی میرسم یه جورایی روی 65 دیگه. حالا در لحظه اول میبینم که همیشه سرعتم مثبته، یعنی جابجایی و مسافتم قطعاً با هم دیگه هم اندازن، پس ب باید توی گزینه‌های من باشه. 3 و 4 که گفتن ب نیست غلطن. ببینیم پ درسته یا ت. ت گفته چی؟ گفته سرعت متوسط 0. نه بابا من جابجایی داشتم، از منهای 10 مثلا تا 65 رفتم، جابجایی داشتم، پس سرعت متوسطم 0 نیست، پس ت اشتباهه، یعنی گزینه 1 هم حذف میشه، فقط گزینه 2 میمونه. تموم شد. پس دیگه بچه‌ها خواهشم اینه، شمایی که الان نزدیک کنکورته نمودار شتاب زمان میبینی حتما باید بتونی حل کنی. دیگه یک محاسبه سطح زیر نمودار که یک مستطیل هم هست دیگه، این واقعا نمیدونم آیا سخته یا نه. ببین الان این تست بعدی نمودار شتاب زمانه، درسته؟ مطمئن باش، اصلا شک نکن، اصلا من هنوز سوالو که نخوندم، مطمئن باش باز هم همون سطح زیر نمودار میرم. شک نکن. بخونیم ببینیم. نمودار شتاب زمان رو داده مطابق شکل زیر V0 منهای 10 منهای 5، یعنی سرعت هم اینجا منهای 5. درست شد؟ کدام مورد از 0 تا 40 درست؟ خب بیا دوباره تغییرات سرعت فلان اینا رو بریم. در لحظه 5 نگاه کن، سرعت هم چنده؟ 5 2 تا 10 تا، بهت گفتم دیگه. تغییرات سرعت 10، یعنی از منهای 5 میرسم به مثبت 5. تا لحظه 15 شتابم 0، یعنی سرعتم همون 5 خواهد موند. در لحظه 25 ببینم اوضاع چقدره، سرعت چقدر تغییر میکنه؟ 20 تا تغییر میکنه. ببین 15 تا 25 10 تا ضرب در 2 منهای 20 تا تغییر میکنه، یعنی از 5 میرسه به منهای 15. از 25 تا 30 شتاب 0، پس همون منهای 15 میمونه. از 30 تا 40 اوضاع چطوریه؟ چقدر تغییر میکنه؟ 20 تا تغییر میکنه، از منهای 15 میرسه به 5. من الان دیگه کدوم رنگ قرمز خوبه؟ سبز. الان دیگه همه چیز رو میدونم، به راحتی میتونم. ببین گفته 15 ثانیه شتاب و سرعت همجهتن. بیا نگاه کنیم توی این بازه در لحظه 2.5 سرعت من 0 شده. خب از 2.5 به بعد چرا؟ چون سرعت اولیه منهای 5 بوده، شتابم هم 2 ضرب در 2.5 میشه 5، از منهای 5 رو میکنه 0. 2 ثانیه اینجا سرعت و شتاب مثبت بودن، یه 2.5 ثانیه اینجا می نویسم. توی این تیکه که سرعت 0 هیچ، اینجا ببین 10 ثانیه کلش حرکت کرده، تو 2.5 ثانیه سرعت مثبت بوده، شتاب منفی.
7.5 ثانیه بعد هر دوتاشون منفی بودن. 7.5 رو اینجا می‌نویسم. این تیکه که هیچ، 2.5 ثانیه هم اینجا دارم که سرعت و شتاب هر دو مثبتن. کلا میشه چند؟ 12.5. اما این گفته 15. اشتباه. جابجایی متحرک برابر 150. بیا ببینیم جابجایی متحرک چقدر میشه. منهای 5 به علاوه 5 میشه 0. این تیکه جابجایی 0. این تیکه سرعت من 5 ثانیه هم با سرعت 5 حرکت کرده، جابجایی میشه 50. این تیکه جابجاییم 50. این تیکه منهای 5 متوسطمه، منهای 5 متوسطمه، 10 ثانیه هم با این حرکت کرده میشه منهای 50. تا اینجا جابجاییم 0، تا اینجا جابجاییم 0 شد. 5 ثانیه با سرعت منهای 15 حرکت کرده، پس میشه منهای 75. 10 ثانیه هم با سرعت منهای 5 حرکت کرده، باز میشه منهای 50. پس ببین میشه 125. این که گفته 150 اشتباهه. 15 ثانیه متحرک در جهت محور X حرکت، یعنی سرعتش مثبت بوده. ببینیم واقعا 15 ثانیه سرعتش مثبت بوده. یه 2.5 ثانیه اینجا مثبت بوده. دیگه این ته تست شتاب زمانه. یه 2.5 ثانیه اینجا مثبت بوده. یه 10 ثانیه اینجا مثبت بوده. یه 10 ثانیه اینجا مثبت بوده. یه 2.5 ثانیه مجدد اینجا مثبت بوده. به 15 ثانیه رسیدیم، دیگه هیچ جا نباید مثبت باشه. یه 2.5 ثانیه هم اینجا مثبته. یه 2.5 ثانیه هم قطعا اینجا پس این 15 ثانیه هم اشتباهه. 1 2 3 حذف شد. من دیگه گزینه درست به نظرت کدومه؟ 1 و 2 و 3 نیستن. کدوم گزینه درست؟ 4 دیگه. مگر اینکه تست مثلا 5 گزینه‌ای می بود. پس الان 1 2 3 که حذف شد، دیگه مطمئن شدیم که آقا گزینه 4 جواب این تست خواهد بود. پس دیگه من خیالم راحت باشه، شتاب زمانها رو 100% سر جلسه کنکور اصلا دیگه الان باید به نقطه قوت تبدیل بشه. شتاب زمان دیدی باید بزنی، اصلا حرکت شناسی باید به نقطه قوت تبدیل شده باشه. تست زیبای بعدی یک نمودار سرعت زمان داده. کل مسافت طی شده هم گفته 138. بزرگی شتاب در بازه 2 تا 12 چقدره؟ ببین چقدر قشنگ. بچه ها با این حل تستی که من میگم، داوطلب خاص قشنگ از داوطلب معمولی راهش رو جدا میکنه. ببین من در نگاه اول میگم به اینجا باید بدم 3A، اینجا رو هم برابر با منهای 2A در نظر بگیرم. چرا؟ ببین میخوام فرایندی که توی ذهنم اتفاق افتاد رو اینجا با رنگ مثلا مجدد سبز، هر موقع رنگ کم میارم این نظرم این نمیزم، با رنگ سبز بگم. میگم آقا ببین قبول داری این تیکه 6 ثانیه است، این تیکه 4 ثانیه است، یعنی این تیکه افقیش 1.5 برابر این تیکه است، پس عمودیش هم باید 1.5 برابر این تیکه باشه. اول میام من به این میدم 1.5A، به اینجا هم میدم A، بعد میگم نگاه کن این 1.5 یه عدد بدی شد، اعشاری شد، به این میدم 2A، به اینم میدم 3A، تموم شد. صرفاً بر اساس این که اینجا 6 ثانیه است، اینجا 4 ثانیه است، این شیشه 1.5 برابر این 4 است. بچه‌ها شیب خط و معادله خط توی حل تست ها محشر میکنه. اگر اونجوری که من میخوام در واقع یاد بگیرید و برش مسلط بشید. خب تموم شد دیگه. الان میتونیم ما همه چیز رو به راحتی به دست بیاریم. ببین اینجا حرکت 2 تیکه شده، جدا جدا حساب کنیم. توی این تیکه چقدر حرکت کرده؟ 1.5A ضرب در 6 ثانیه هم که با این 1.5A حرکت کرده میشه 9A. باز یکی میتونه اینجا اینو 4A در نظر بگیره، اینو 6A، یه خورده وضع اوضاعش بهترم تازه میشه. ولی حالا توی این تیکه متوسطش A دیگه، من بارها گفتم VS VN تقسیم بر 2، متوسطش A 4 ثانیه هم با این A حرکت کرده میشه 4A، میشه 4A به علاوه. توی این تیکه متوسطش A 10 ثانیه هم با این A حرکت کرده 10A. کلن میشه چقدر؟ کلن میشه 23A. 23A شده 138. A میشه چند؟ A6. تموم شد. A6 خلاص. یعنی چی؟ یعنی اینجا 18، اینجا چنده؟ منهای 12.
بیا ببینیم در لحظه 2 سرعتم چنده. در لحظه 2 سرعتم چنده. آقا 6 تا افقی حرکت کردم، عمودی 18 تا حرکت کرده. اگه افقی 2 تا حرکت کنم، اگر افقی 2 تا حرکت کنم، 1/3 یا 6 تا حرکت خواهد کرد. یعنی در لحظه 2 18 6 تا کم کنی میشه 12. یعنی در لحظه 2 سرعت 12. ببین با این شتاب من چیکار میکنم. در لحظه 12 ثانیه ببینیم اوضاعمون چطوریه، سرعتمون چنده. آقا افقی 10 تا حرکت کرده، عمودی 12 تا، یعنی شیب من 1.2 خواهد بود. حالا اگر افقی 2 تا حرکت کنه، چون در لحظه 12 میخوایم 2 تا 1.2 از این یا 2/4 از منهای 12 باید کم کنی یا یه جورایی اضافه کنی. منهای 12 2/4 برو میشه 9.6 با علامت منفی. در لحظه 2 سرعتش 12، در لحظه 12 هم سرعتش منهای 9.6. گفتیم افقی 10 تا حرکت کرده، عمودی 12 تا، یعنی شیب هست 1.2. حالا اگر افقی 2 تا حرکت کنه، عمودی 2/4 حرکت خواهد کرد. از منهای 12 2/4 برید به سمت بالا میشه منهای 9.6. کلا تغییرات عمودی به تغییرات افقی 12 تا منهای 9.6 چقدر فاصله داره؟ 21.6. 2 تا 12 هم چقدر فاصله دارن؟ 10 تا. کلا میشه 2.16. یعنی گزینه 1. تموم شد و رفت. بچه این حرکت شناسیه میبینید که شیب خط و معادله خط هستش. شیب خط و معادله خط. خب میریم سراغ تستی که بچه همین یک دونه تست میتونه اثبات تمام حرفای من باشه. من بارها گفتم طراح کنکور اتفاقا بسیار باهوشه. اگر تستی طرح میکنه که راه حل معمولیش بسیار طولانیه، اما عوضش گزینه ها رو یه جوری میده که داوطلب خاص کامل راه خودش رو از داوطلب معمولی جدا کنه. کسی که مفاهیم رو خوب یاد گرفته باشه. بچه‌ها مفاهیم هم خیلی ساده است. الان ما کل حرکت شناسی رو اومدیم حل کردیم، اونم با چی؟ فقط یعنی با 90%، 99%، نمیدونم چقدرشو بگم، با شیب خط و خط حل کردیم. یک مفهوم بسیار ساده و ابتدایی و پایه‌ای در ریاضی. یعنی مفاهیم اصلاً ابداً چیز سختی نیستن. این هم الان همینه. بیا بخونیم ببین. برای حل این تست راه حل طولانی ارائه دادن، بودن کسایی که اصلاً حالا با راه حل اشتباه به جواب درست رسیدن. کاری به اینها نداریم، خود تست رو میخوایم بخونیم و درست حسابی حلش کنیم. گفته راننده خودرویی که با سرعت اولیه v0 در حال حرکت روی خط راست است ترمز میکنه، پس از 20 ثانیه متوقف میشه. در t 1 ثانیه اول شتابش 2 بوده، بعدش با شتاب 1 حرکت میکنه تا وقتی که میسته. گفته اگر در t 1 ثانیه اول مسافتی که طی میکند 4 برابر باقی مانده مسیر باشد، در 5 ثانیه پایانی مسافتی که طی میکنه چقدر است؟ فقط ببین چقدر قشنگ. خب این راه حل معمولیش طولانیه. مطمئن باش توی کنکور تستی که راه حل طولانی داشته باشه بهش بر نمیخوری. هر تستی قطعاً یک راه حل کوتاه و خاص خواهد داشت. من میگم آقا بیشترین جابجایی که این متحرک من توی 5 ثانیه میتونه داشته باشه کیه؟ وقتیه که توی این 5 ثانیه با شتاب 2 متوقف بشه دیگه. اگه با شتاب 2 متوقف بشه توی این 5 ثانیه آخر، اگر با شتاب 2 متوقف بشه، یعنی اون سرعت اولیه‌اش خیلی زیاد بوده و بنابراین مسافت و جابجایی خیلی بیشتری رو باید طی کنه تا متوقف بشه. در حالی که میدونیم خود سوال گفته شتابش 1. یعنی اگر من شتاب 2 رو در نظر بگیرم، قطعاً عددی که به دست میارم مقداری خواهد بود که جواب صحیح قطعاً باید از اون کوچیک‌تر باشه. گفتم بیشترین جابجایی وقتیه که شتاب من 2 باشه با توجه به شتاب‌های 2 و 1. اگر تیکه آخر مسیرم شتابم 2 باشه، شاهد بیشترین جابجایی خواهم بود که اصلا چنین اتفاقی نمیفته، چون یک شتاب 1 هم خواهیم داشت. بیا شتاب رو 2 در نظر بگیرم، یعنی در 5 ثانیه آخر اینجا سرعتم 10 بوده.
جابجاییم چقدر میشه؟ وی اس وی ان تقسیم بر 2 دلتا ایکس به دلتا تی. 10 به علاوه 0 10 تقسیم بر 2 5 میشه دلتا ایکس که میخوام به دلتا تیم که 5 5 تا 25 تا، یعنی متحرک من توی 5 ثانیه آخر عمرن 25 تا حرکت کنه، باید از 25 تا کمتر حرکت کنه. فقط گزینه 1 از 25 کمتر هستش. این گزینه ها الکی داده نشدن، اینطوری نیستش که همینطوری روی هوا طراح اومده باشه گزینه رو داده باشه، قطعا روی فکر بوده. پس من گفتم اگر فرض کنم متحرک من 5 ثانیه آخر رو با شتاب 2 در حال متوقف شدن باشه، این اتفاق نمیفته، چون بعدش قطعا باید با شتاب 1 هم متوقف بشه. اما من گیریم 5 ثانیه آخر رو بگم همش هم با شتاب 2 در حال متوقف شدن باشه، یعنی اون سرعت اولیه‌اش خیلی خیلی بیشتر باشه. بیشترین جابجایی که حرکت میکنه طی میکنه 25 خواهد بود. پس میگم قطعاً با توجه به این شرایط سوال که قسمت آخر سوال شتابم میگه که قطعاً جابجایی باید از 25 کمتر باشه، فقط یه گزینه‌ام از 25 کمتره. بچه‌ها این روش حل تست من رو مقایسه کنید. این مقایسه کردن حق شماست. با مقایسه کردن میتونید به بهترین انتخاب برسید. این روش من رو مقایسه کنید. هر جاش هم نفهمیدید حتما بپرسید. من بارها توضیح میدم که حتما برید سر جلسه کنکور و بتونید از پس تست ها بر بیایید. یک نمودار سرعت زمان داده، سرعت متحرک گفته وی شتاب، کدوم حالا گزینه درسته؟ طبیعتاً از 0 تا تی پریم همیشه سرعت من مثبته. گزینه 1 گفته گزینه 2 گفته منفی حذف، گزینه 4 هم گفته منفی حذف. شتاب در نمودار سرعت زمان شتاب رو من میده، اثبات هم کردیم. شیب همیشه به سمت منفیه، یعنی شیب همیشه منفیه، پس شتاب همیشه منفی خواهد بود. گزینه 1 گفته مثبت حذف میشه، فقط گزینه 3 میمونه، فقط گزینه 3. این هم از این تست راحت. تست بعدی، باز مجدد خب خیلی واضحه، یک نمودار مکان زمان رو داده. اگه متحرک در ثانیه ششم 6 متر خلاف جهت محور ایکس جابجا بشه، تندی آن در لحظه عبور از مبدأ چقدره؟ آقا قبول داری در لحظه 4 سرعتش 0؟ آقا قبول داری در لحظه 5 سرعتش حالا آ هستش؟ آ هم همون شتابه. هر شتاب رو آ در نظر بگیریم، یعنی هر 1 ثانیه سرعت به اندازه آ تا تغییر میکنه. در لحظه 4 سرعت 0، پس در لحظه 5 سرعت آه. قبول داری در لحظه 6 سرعت 2آ خواهد بود، یه آ تا دیگه تغییر میکنه. این از این. در ثانیه ششم ببین 0 تا 1 میشه ثانیه اول، همینطور بیا پایین 5 تا 6 میشه ثانیه ششم. از 5 تا 6 متر حرکت کرده. در 5 سرعتش آ بوده، در 6 هم سرعتش 2آ بوده. مثل یک داستان میریم جلو. متوسطش چی میشه؟ 1.5 آ. 1.5 آ میشه دلتا ایکس که 6 به روی 1 دلتا ایکس به دلتا تی. 1.5 آ. آشو نداشتم. آ میشه چند؟ 4. یعنی شتاب من 4. شتاب من 4. تموم شد. من الان فهمیدم شتابم 4. تندی آن در لحظه عبور از مبدأ. میخوام بدونم در لحظه عبور از مبدأ تندی من چقدره، یعنی اینجایی که از مبدأ عبور کردم. خب من میام این بازه 4 تا این تی رو در نظر میگیرم. بازه 4 تا تی رو در نظر میگیرم. به نظر در لحظه تی سرعت هم چنده؟ آفرین. آ هست وی به روی تی. آ هست وی به روی تی. آم 4، پس تی میشه وی 4. وی 4. یک وی 4 در واقع با توجه در واقع اینجا دلتا تی من یه وی 4 خواهد بود، یعنی هر چقدر سرعتش باشه تقسیم بر 4 کن، این زمان به دست میاد. آ هست دلتا وی به دلتا تی. تموم شد. وی اس وی ان تقسیم بر 2 دلتا ایکس به دلتا تی. در این لحظه سرعت هم ویه،
تقسیم بر 2. دلتا ایکس هم چنده؟ از 8 تا 0 8 تا به دلتا تیم که هست وی 4. خب اینجا این 4 بیاد میشه 32. 2 32 تا 64 تا وی 2 میشه 64. پس وی هست 8، یعنی گزینه 3. تموم شد. این هم از این هم از این. تمام. پس گفتیم دیگه به همین راحتی شتاب ما 4 بوده. 4 هست دلتا وی به دلتا تی، دلتا وی به دلتا تی. دلتا تی از اینجا شد دلتا وی 4 یا همون وی 4 گذاشتیم توی رابطه و خیلی راحت مسئله‌مون رو حل کردیم. بریم برای تست بعدی. باز هم در واقع مثل سایر تستاییه که تا الان حل کردیم، دانش ریاضیمون رو در نظر بگیریم. گفته معادله حرکت جسمی در اس آی به صورت فلان است در بازه زمانی که متحرک تغییر جهت میده تا دومین لحظه‌ای که جهت بردار مکان عوض میشه. سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه است؟ ببین یک نمودار مکان زمان کاملا فرضی میکشم، بعد اعدادش رو به دست میارم. این قبول داره یک سهمی رو به پایینه، از منهای 8 هم شروع شده، چون به تی بدیم 0 ایکسش میشه منهای 8. بیا این یه سهمیه منه. ببین قبول داری این نقطه هست 2.5. چرا؟ چون رأس سهمیه. در این نقطه مشتق 0 میشه. مشتق بگی برابر با 0 قرار بده منهای 4 تی به علاوه 10 مساوی با 0 تی در میاد 2.5. این نقطه 2.5. گفته در بازه زمانی که متحرک تغییر جهت میده، یعنی همین 2.5 تغییر جهت میده تا دومین لحظه‌ای که جهت بردار مکان عوض میشه. بچه‌ها گفتم بردار مکان همون ایکسه. یکی در این نقطه جهت بردار مکان عوض میشه، از ایکس های منفی میره به ایکس های مثبت. یکی هم در این نقطه از ایکس های مثبت میره به ایکس های منفی. این دومین نقطه است. پس من سرعت متوسط رو از این 2.5 تا این نقطه میخوام، یعنی سرعت متوسط رو توی این تیکه میخوام. من سرعت متوسط رو توی این تیکه میخوام. خب بچه ها یه ریشه، این ریشه قبول دارید یکه. چرا؟ چون به تی بدی 1 میبینی که میشه 0. میشه 0. این ریشه 1. پس این ریشه هم 4 خواهد بود دیگه. 1 تا 2.5 1.5 تا فاصله داره، 2.5 تا 4 هم 1.5 تا فاصله خواهد داشت. میخوام فرمول این سهمی رو بازنویسی کنم. فرمول این سهمی رو بازنویسی کنم، یک ریشش هست 1 میشه تی منهای 1 تی منهای 4. حالا نگاه کن، به تی بده 0 در میاد 4، در حالی که متحرک من در لحظه 0 منهای 8. 1 منهای 2 میدم که این منهای 8 ساخته بشه. حالا تست کنکوره. سرعت متوسط متحرک از 2.5 تا 4 رو میخواد. بیا ببینم در لحظه 2.5 مکانم چنده. در لحظه 2.5 بده، این میشه 1.5، اینم میشه منهای 1.5. 1.5 ضرب در منهای 1.5 میشه منهای 2 مایز 25. ضرب در منهای 2 که بشه میشه 4.5. یعنی در لحظه 2.5 مکانش 4.5. در لحظه 4 هم که مکانش 0. دلتا ایکس به دلتا تی از 4.5 رفته به 0، یعنی به سمت ایکس های منفی حرکت کرده. پس قطعا سرعت هم منفیه، یعنی گزینه های 1 و 4 میرن جلو. اندازه رو فقط باید به دست بیارم. 4.5 دلتا ایکس همه، دلتا تیم هم که 1.5، 4.5 به روی 1.5 3. گزینه 2 جواب صحیح من خواهد بود. به همین راحتی. این هم از این. تست بعدی. گفته معادله حرکت جسمی در اس آی به این صورت است. مسافتی که متحرک در بازه زمانی 0 تا 10 ثانیه طی می‌کند چند متره؟ باز هم مثل تست هایی که تا الان حل کردیم. ببین باز یک نمودار مکان زمان کاملا فرضی بیار توی ذهنت، به کمک هم میایم اعدادش رو می نویسیم. حتی سر جلسه کنکور هم خیلی واقعا نیازی نیست این رو به این صورت بکشید. الان برای درک بهتر داریم این کار رو انجام میدیم، وگرنه توی این سوال نگاه میکنی ببینید در لحظه 0 ایکسش چنده، در این لحظه ای که جهت متحرک عوض میشه یا اون قعر سهمی
ایکسش چنده، در لحظه 10 هم ایکسش چنده. الان اینجا توی فاز آموزش هستیم، یعنی میخوام سطح کلاس رو به گونه‌ای در نظر گرفتم. همون ابتدا هم گفتم که اگه خیلی هم دانش خاصی نداری بتونی بفهمی چی دارم میگم. این یک سهمی رو به بالاست که از نقطه 20 هم شروع میشه. به تی که بدیم 0 ایکسش در میاد 20. یک همچین شکلی هستن این سهمی من داره. این نقطه رو میگم حالا این شکل کشیدن خیلی جز حل سوال نیست، فقط میخوام این نقطه چند میشه؟ میشه 2 تی منهای 12 مساوی با 0 تی در میاد 6. یعنی این نقطه هست 6. مشتقش رو مساوی با 0 قرار دادم. خب دیگه اصلا خیلی واضح. ببین در لحظه 0 مکانم چنده؟ 20. در لحظه 6 مکانم چنده؟ به تی بده 6 میشه 36 به علاوه 20 56 منهای 72 56 منهای 72 منهای 16. در لحظه 6 مکانم منهای 16 منهای 16. در لحظه 10 به تی بده 10 میشه 0. یعنی در لحظه 10 مکانم 0. این متحرک من از 20 اومده تا منهای 16 یعنی 36 تا اینجا حرکت کرده. از منهای 16 هم رسیده به 0 یعنی 16 تا هم اینجا حرکت کرده. یه 36 تا حرکت کرده، یه 16 تا. کلا میشه 52 تا. یعنی این هم میشه گزینه 4. این هم میشه گزینه 4. دقیقاً مثل تمام اون چیزی که تا الان حل کردیم. چیزی که لازم بود برای این تست بنویسیم این تیکه بود. این رو برای فهم بیشتر من کشیدم. میبینی که تست ها رو داریم چطوری حل میکنیم. تست بعدی، تست 21، گفته متحرکی روی محور X با شتاب ثابت 3 ترمز میکنه، پس از طی مسافت 200 متر میسته. در 3 ثانیه آخر حرکتش چند متر جابجا می شود؟ 9 به علاوه 0 تقسیم بر 2 4.5 ضرب در 3 13.5 داریم تو گزینه ها. بله گزینه 2 تموم شد. تست کنکور. خب چطوری؟ خیلی خیلی ساده. قبول داریم متحرک میسته، یعنی در اینجا سرعتش چنده؟ 0. در اینجا سرعتش 0 نقطه آخر. قبول داری شتابش 3، یعنی هر یک ثانیه سرعتش 3 تا تغییر میکنه. پس 1 ثانیه قبل سرعتش 3 بوده که 1 ثانیه بعد سرعتش شده 0. دوباره 1 ثانیه قبل سرعتش 6 بوده و 1 ثانیه قبل سرعتش 9 بوده. این 3 ثانیه آخر وی اس وی ان تقسیم بر 2 دلتا ایکس به دلتا تی. 9 به علاوه 0 9 تقسیم بر 2 4.5 ضرب در 3 13.5 دلتا ایکس هم. یک رابطه گفتم، فقط هم یک رابطه گفتم که اون رابطه هم مثلا فرمول نبود، مفهوم بود. تمام تست ها رو دارم با استفاده از همین حل میکنم. کجا چنین چیزی رو تونستید ببینید؟ تست بعدی، یک نمودار شتاب زمان به من داده. دیگه اینقدر شتاب زمان حل کردیم گفتم آقا شتاب زمان دیدی باید بزنی ها. اگر در لحظه 0 سرعت متحرک 20 باشه، یعنی در لحظه 0 اینجا سرعت متحرک من 20 آقا. مسافتی که متحرک در 20 ثانیه دوم یعنی از 20 تا 40 طی میکنه چقدر است؟ قبول داری که توی این 20 ثانیه سرعت هم منهای 40 تا تغییر میکنه، یعنی از 20 منهای 40 تا که تغییر کنی میرسی به منهای 20. در لحظه 20 سرعت هم هست منهای 20. منهای 40 تا تغییر کرده، از 20 رسیده به منهای 20. در لحظه 40 سرعت هم چیه؟ 60 تا تغییر میکنی. 20 ضرب در 3 60، یعنی از منهای 20 میرسی به 40. آقا ببین چقدر قشنگ. بذار این تیکشو با یه رنگ دیگه باز مجدد با رنگ سبز. ببین این حرکتش رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. در اینجا سرعت میشه 0، در اینجا سرعت میشه 20، در اینجا هم سرعت میشه 40. نگاه کن 20 تا 20 تا سرعت تغییر کنه.
چرا 20 تا 20 تا؟ چون من گفتم هر لحظه‌ای که تغییر جهت داشتیم، چون مسافت رو میخواد دیگه، مسافت و جابجایی با هم برابر نیستن، بیا حرکاتش رو مجزا در نظر بگیر. هر جا که تغییر جهت داری، هر جا که شتابت عوض میشه، حرکات رو بیا جدا جدا در نظر بگیر، جابجاییاشون رو حساب کن. از منهای 20 تا 0 رو جدا جدا در نظر میگیرم. بعد گفتم آقا 20 تا 20 تا برم جلو، به این صورت بشه. حالا نگاه کن، قبول داری این فاصله کلش 20، بازی ریاضیه. این تیکه 1/3 20، پس این تیکه 20/3، این تیکه هست 20/3، این تیکه هست 20/3. بیا ببینم تو این تیکه چقدر جابجا شدم. VS VN تقسیم بر 2 دلتا X به دلتا T میشه خلاصه 200/3 منهای 20 به علاوه 0 منهای 20 تقسیم بر 2 10 ضرب در 20/3 200/3. توی این تیکه 200/3 حرکت کردم. این توی این تیکه چقدر؟ آقا توی این تیکه قبول داری زمانم 2 برابر این تیکه است، یعنی این تیکه 1/3 بود 20/3، این تیکه 2 برابره، 2 تا از این قسمت هست، زمانم 2 برابر میشه، این تیکه زمانم 2 برابر میشه. توی این تیکه سرعت متوسطم اینجا 10 بود، سرعت متوسطم اینجا 20، یعنی سرعت متوسطم هم 2 برابر شده، زمانم 2 برابر، سرعتم هم 2 برابر. طبق سرعت متوسطم، طبق رابطه سرعت متوسط هست دلتا X به دلتا T. زمان 2 برابر، سرعت متوسط هم 2 برابر، پس دلتا X میشه 4 برابر، دلتا X هم میشه 4 برابر. توی تیکه اول 200/3 حرکت کردم، توی تیکه بعد 800/3 حرکت خواهم کرد، 4 برابرش دیگه، کلا میشه 1000/3، یعنی گزینه 3. بچه‌ها با این روش و این نگرش حل تستی که من میگم، اصلا تست ها رو میتونید ذهنی حل کنید اگر مسلط بشید، اگر از اول سال از ابتدا فیزیک رو با من کار کرده باشید که در طول سال بهتون آموزش های لازم رو داده باشم، میتونید به راحتی ذهنی حل کنید و از پس تست ها بر بیایید. من میگم آقا سر جلسه کنکور باید حسابی از فکرمون استفاده کنیم که بتونیم در زمان صرفه جویی کنیم. سر جلسه کنکور از مغزمون استفاده نکنیم دیگه کجا میخوایم استفاده کنیم؟ باز بعدی این یه تست قطعا ساده، نمودار سرعت زمان یه متحرک رو داده، گفته اگه متحرک در لحظه 0 از مکان 10 عبور کنه، یعنی این لحظه 0 مکانش چنده؟ 10. در چه لحظه هایی بر حسب ثانیه مکان متحرک 136؟ خب اول بیا ببینیم تا لحظه 18 من چقدر حرکت، تا لحظه 6 من چقدر حرکت کردم. متوسطش که میشه 9 6 تا هم 54 تا 54 تا حرکت کردم، یعنی از نقطه 10 54 تا که حرکت کنم اینجا 64. چقدر دیگه باید حرکت کنم که به 136 برسم؟ 72 تای دیگه باید حرکت کنم. من ببینم آقا چقدر طول میکشه تا 72 تا حرکت کنم. میگم خدایا اینطوری که حالا شاید یه خورده‌ای ببینم کجاست، میشه، خیلی چیز سختی هم نیست، اما میگم گزینه‌ها جلومه، بیا از گزینه‌ها استفاده کنم، ببینم آیا در لحظه 10 ثانیه من 72 تا حرکت خواهم کرد یا نه. بچه‌ها در لحظه 10 ثانیه به نظرتون سرعتش چنده؟ شیب این خط رو دوباره به دست میارم، 30 تقسیم بر 15 2. شیب این خط 2. اینجا هم مثلا 10 ثانیه در نظر بگیرم، یعنی توی این 4 ثانیه 8 تا حرکت خواهد کرد، از 18 میرسه به 10، 8 تا حرکت میکنه. متوسطش میشه 14 ضرب در 4 میشه 56، در حالی که باید 72 تا حرکت کنه. اشتباهه، گزینه 1 حذف. گزینه 2 گفته 12. مثلا اینو خاطی نشه با رنگ قرمز بنویسم. گزینه 2 گفته 12، یعنی اینجا چنده؟ اینجا 12. اینجا که 12 باشه ببینم به چه صورت میشه. آقا 6 2 تا 12 تا حرکت خواهد کرد، یعنی از این 18 12 تا که تو حرکت کنی اینجا میشه 6. 18 و 6 متوسطش چنده؟ 12.
6 ثانیه از 6 تا 12، 6 ثانیه هم با این سرعت 12 داره حرکت میکنه، یعنی میشه 72 تا، میشه 72 تا. بله همین 72، یعنی 12 قطعا باید جز اعداد من باشه، فقط گزینه 2 12 هستش. تموم. این هم از این. ببین ما اومدیم یک درسنامه گفتیم که اون درسنامه اتفاقاً کامل و بسیار کوتاه بود، چکیده بود. ببین جزوه های مختلف، کلاس های مختلف، همش آخرش میرسه به این که آقا این تست های کنکور رو باید حل کنی. درسته؟ قبول داری؟ خب ما اینجا با یک درسنامه خیلی کوتاه، و کامل دقیقاً تمام تست های کنکور حرکت شناسی، این کنکورهای تجربی چند سال اخیر رو حل کردیم. یک جنبندی بسیار عالی شد. اگه این فیلم رو خیلی خوب ببینی دیگه با تست های حرکت شناسی قطعاً نباید مشکلی داشته باشی. ببین حل تست به این صورته، اون چیزی که توی فیزیک مهمه حل تسته تا بتونی خبره بشی در حل تست، کاری که ما اینجا خیلی خوب انجام دادیم. فقط شاید یک نکته رو، یک موضوع رو بهش نپرداخته باشیم، اونم حرکت تندشونده کنشونده است که اصلا خنده داره. حرکت تندشونده و کنشونده چیه؟ خب خیلی واضحه. حرکت تندشونده حرکتیه که اندازه سرعت زیاد بشه، حرکت کنشونده حرکتیه که اندازه سرعت کم بشه. الان مثلا توی همین نمودار ببین، توی این تیکه اندازه سرعت داره زیاد میشه، از 0 داره میرسه به 18، اندازه سرعت داره زیاد میشه، پس تندشونده است. توی این تیکه اندازه سرعت از 18 داره میرسه به 0، اینجا کندشونده است. اینجا اندازه سرعت از 0 داره میرسه به 12، اندازه سرعت رو گفتم، پس اینجا تندشونده است. گفتیم اینجا از 0 رسید به 18 تند میشه، اینجا از 18 رسید به 0 کند میشه، اینجا از 0 رسید به 12 اندازه سرعت تند میشه. تموم شد و رفت. به همین راحتی. اینطوری در واقع سعی کنید که یه همچین دیدی نسبت فیزیک داشته باشید. حرکت شناسی رو جمع‌بندی کردیم. این فیلم رو خوب ببینید، مطمئن باشید تست های حرکت شناسی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهید تونست بزنید.